سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اظهار پشیمانی جنرال سلامشو محبتوف و ستایش از امامعلی رحمان. پدپلکونیک متهم به دستدروزی به ناموس شعلو دولتوف از کار رانده شد. دو منصبدار وزارت مالیه به گرفتن $3000 پاره عیبدار می شوند. همسر کارگردان معروف شفقت خلیلوف در مرگ او طبیبان را گناهکار می کند. همگی 51 سال داشت. مرگ نابهنگام معاون وزیر کارهای داخلی پلکونیک مبارک قدمزاده. و اکنون تفصیلات خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک نامه تعزیت در سامانه رسمیش از مرگ نابهنگام معاون وزیر کارهای داخلی پلکونیک میلیتسیا مبارک قدمزاده عبدالرحمن نظرخان خبر داد. پلکونیک مبارک قدمزاده همگی 51 سال داشت. درباره علت مرگ او در نامه تعزیه وزارت کارهای داخلی چیزی گفته نشده است، اما در این تعزیه مرگ پلکونیک مبارک قدمزاده مرگ نابهنگام نام برده شده. گفته می شود که رهبریت و هیئت شخصی وزارت کارهای داخلی از درگذشت این مقام بلندپایه میلیتای تاجیک سخت اندوهگین بوده به اهل عائله و نزدیکان و پیوندان مرحوم اظهار همدردی می نمایند. در همین حال یک منبع پایگاه خبری بامداد گفت که مبارک قدمزاده از بیماری قلب رنج می کشید. عبدالرحمن مبارک قدمزاده در بین معاونان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان یگانه معاونی بود که صاحب عنوان نامزد علم حقوق شناسی بود. او همین طور در بین معاونان وزیر داخلی یگان معاونی بود که باقی معاونان وزیر داخلی تاجیکستان همگی رالند. عبدالرحمن مبارک قدمزاده از ماه آگوست سال 2022 همگی 10 ماه در مقام معاون وزیر کار کرد. از آن قبل او از سال 2018 تا 2022 سردار شعبه میلیسیای شهر خوروغ بود و اون هم در یک دوران خیلی مشکل پر از اعتراضهای عمومی در این شهر و سرکوب خونین اعتراضها در ماه سال 2022. در جریان اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 مبارک قدمزاده که اون وقت سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر خوروغ بود در جریان زده‌خوردها با اعتراضگران با کارد از پشتش جراحت وزنی برداشت. 3 ماه بستری شده بود. در پی سرکوب اعتراضهای بدخشان در ماه آگوست سال 2022 مبارک قدمزاده به مقام معاون وزیر داخلی تعیین گردیده از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان با اردن قدردانی شده بود. وزارت کارهای داخلی در تعزیه‌اش نوشت که مبارک قدمزاده به خلق و وطن صادقانه خدمت کرده برای ظاهر نمودن ملکه و مهارت بلند کسبی با یک قطار مدال و نشانه های سر سینگی افتخارنامه و سپاسنامه های وزارت کارهای داخلی همچنین با مدال جسارت و اردن اسپیتمن درجه 2 سرفراز گردانیده شده است. همکاران و همصفان هیچگاه خاطره نیک این مرد نجیب و افسر سرسپرده مقامات کارهای داخلی را فراموش نمی‌سازند و کار و پیکار او را ادامه می‌دهند. گفته شده است در انجام تعزیه وزارت کارهای داخلی در مرگ پلکونیک مبارک قدمزاده. جنرال سلامشو محبتوف یک فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالفین در یک مقاله مفصل پیوستنش به مخالفین در 30 سال پیش را اشتباه جوانی و فریب خوردگی های زندگی نامیده از نسل جوان خواسته است که اشتباه آنها را تکرار نکنند و در اطراف پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از یک گریبان سر برآورند. بنده عهده‌دار و موظف است که آن اشتباهات جوانی و فریب خوردگی های زندگی را آشکارا فحش نموده نسل نو را از درس عبرت آگاه نماید. مقاله فرمانده سابق مخالفین را که او خاکسارانه همچون سلامشو محبتوف ساکن شهر دوشنبه امضا کرده است خبرگزاری دولتی خاور روز 16 ایون سال 2023 تحت عنوان سلامشو محبتوف از چاه دیوسی و فریب و پر از مکر و حیله خائنان حذر میکند نشر کرده است. سبب تهیه و نشر چنین مقاله از نام فرمانده سابق مخالفین هنوز روشن نیست. سلامشو محبتوف مقاله‌اش را با این بیت محمد غایب از خیلت هستی نرود داغ خیانت، جان را بسپارید و وطن را نفروشید آغاز کرده از آغاز تا پایانش همه لب به تفسیف امامعلی رحمان کشوده و به تنقید مخالفین او پرداخته است. او امامعلی رحمان را چندین بار به تکرار پیشوای معظم ملت نام برده تاکید میکند که
فراموش نباید کرد که وحدت ملی و سازشنامه صلح در تاجیکستان فقط و فقط با تلاش‌های همیشگی و اقدام‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمده تا امروز استوار مانده است و در آینده نیز پایدار خواهد بود. خود من شاهد بی‌واسطه تلاش‌های پیگیرانه پرزیدنت مملکت در 5 سال رسیدن به وحدت ملی و دست یافتن تاجیکان به صلح بودم و هیچگاه خدمت‌های این ابرمرد ملت را از خاطر نمیبرارم. محبتوف در این زمان همسفان سابقش از اتحاد مخالفین را مذمت میکند که خیلی افسوس که اکثر نمایندگان مخالفین صلح‌های نودم بعد امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی وظیفه و منصب‌های دولتی را چون منصب میراثی قبول کردند، همزمان خدمت صافدلانه را به دولت و ملت به تاجیکستان عزیز فراموش کردند. میزان صلح و صلاح در گذشته نچندان دور کمی خللدار گردیده در بعض ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان وادی رشت اعتراض و بی‌ترتیبی سر زدند. ما سابقه داران رضایت ملی و آشتی کل این عملها را محکوم نموده عامه را برای کلاً ریشه‌کن کردن جدای اندازی‌ها و اغواها دعوت میکنیم. گنرال محبتوف می نویسد که جامعه شناس و عموماً سیاستمدار نیست، ولی به عقیده او برای ذکر دستاوردها شرط نیست که اقتصاددان و فیلسوف باشیم. او سپس از تاجیکستان تصویر یک کشور گل شکفته را میکشد که در تصویر سلامشاه محبتوف گویا سطح تورمش برابر دولت‌های ابرقدرت بوده. از نگاه تامینات با آب آشامیدنی، غذای بهتر و دسترسی به صاحبکاری گویا در اتحاد دولت‌های مستقل در مقام اول قرار دارد. چندی قبل در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودم که از نگاه تولد و دراز عمری و دسترسی به تحصیل و آموزش تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل در جای یکم ایستد. می افزاید بدون ارائه کدام منبع این آمار در ادامه توصیه‌هایش سلامشاه محمدوف. او همین طور با چشم پوشیدن از بی‌برقی شدیدی که این زمستان دیگر باره از گریبان جمهوری گرفت می نویسد امروز تاجیکستان از دولت بی‌برقی سالهای 90 به یک دولت ابرقدرت دارای اقتدار بزرگ گدر انرژتیکی در منطقه و انتقال دهنده برق تبدیل یافته است. بر پایه آمار و پیشگویی‌ها در آینده نزدیک امکانات این ساحه به تمام آسیا و فراتر از آن دسترس می شود. سلامشاه محبتوف در ادامه از افغانستان یاد می کند که گویا در آن کشور همسایه در 50 سال آخر یگان انشاءات ورزشی ساخته نشده است و با تاجیکستان قیاس می کند. همچون یک سابقه دار ورزش و اشتراکچه مسابقه های سطح جهانی به نسل امروزه حسد می برم و همزمان افتخار دارم که امروز در دهات کوهستان بدخشان تنها از یک عائله 7 نفر قهرمان ورزش بوده در جمهوری تاجیکستان در 30 سال به آن مقدار انشاءات ورزشی ساختند که در 70 سال زمان اتحاد شوروی تنها 50% آن ساخته شده بود. فقط انسان کورنمک و ناسپاس می تواند چنین پیشرفت و ترقیات را نبیند. آخر تصور کنید که در 50 سال آخر در افغانستان همسایه ما حتی یک انشاءات ورزشی ساخته نشده است. این افراد به نوشته سلامشاه محبتوف کورنمک و ناسپاس و خائنان وطن مخالفین حکومتند که از دور ایستاده لاف وطن دوستی میزنند، اما خودشان در وطن دست کسی را نگرفتند و درخت سبز نکردند. سلامشاه محبتوف از مخالفین امامعلی رحمان خواسته است که اگر برای آنها سرزمین تاجیکستان بیشتوسا مقدس باشد، پس باید عملاً به آبادی دیار دست زنند. من بار دیگر به اقدام‌های جوانمردانه و خیرخواهانه سرور دولت صدها مراتبه احسن و آفرین میگویم که با عملهای والای بشردوستانش هر سال چندین نفر از شمار این خائنان و گناهکاران را عفو میکند. اما با این وجود افزوده از فرمانده سابق مخالفین اولا هم برای عفو عرض پشیمانی و بازگشت به زندگی پاک و شایسته راه گمزده ها دور نشده است. آغوش وطن برای آنهایی که از کردارهای ناشایسته خود اظهار پشیمانی نموده توبه میکنند باز است. گنرال مایور سلامشاه محبتوف 11 نوامبر سال 1960 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده دانشکده ورزش تاجیکستان را ختم کرده است. سلامشاه محبتوف در دوران شوروی چندین بار سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان و در نوهای گشتین جودو سامبو و گشتین تاجیکی شده بود. سلامشاه محبتوف همین طور در بین سابقه داران در گشتین جودو 1 مرتبه و در گشتین سامبو 2 کرات قهرمان جهان شده است.
سلامشور محبتوف از فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین در جبهه بدخشان به شمار میرفت. بعد امضای سازشنامه صلح، محبتوف 3 آگوست سال 1998 بر اساس سهمیه استعفایی مخالفین رئیس کمیته نفت و گاز حکومت تاجیکستان تعیین شد و تا 17 اپریل سال 2021 در این مقام کار کرد. سلامشور محبتوف از سال 2001 تا 2004 مدیر کل شرکت واحد دولتی تاجیک نفت و گاز و از سال 2004 مدیر کل شرکت واحد دولتی سیو بود. سلامشور محبتوف همچنین تا سال 2017 رئیس فدراسیون گشتین آزاد و یونانی و رومی تاجیکستان بود. سلامشور محبتوف بعد ترک منصب و مقامهایش سالهای اخیر اساساً در زادگاهش نوعه ونج و گاه در دوشنبه به سر میبرد. او در منطقه بدخشان بخصوص در ونج و درواز همچنان از آبرو و نفوذ زیاد برخوردار می باشد. نزدیکان شفقت خلیلوف کارگردان تاجیک که روز 15 ماه سال 2023 در بیمارستان در سن 66 سالگیش درگذشت، طبیبان را در مرگ او گناهکار می‌دانند. پزشکان میگویند او گرفتار بیماری‌هایی بود که پس از جراحی دیگر امکان نجاتش وجود نداشت. مقامات شکایت نزدیکان کارگردان را سنجیدند ولی در خلاصه نهایی از نظر طبیبان پشتیبانی کردند. امید خلیلو و همسر کارگردان در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهرش با پای خود به بیمارستان رفت تا پزشکان سنگ تلخدانش را بیرون کنند. شفقت خلیلوف روز 3 ماه سال 2023 در بخش 4 بیمارخانه قریه بالای پایتخت جمهوری جراحی شد. امید خلیلوف گفت شب شوهرش را جراحی کردند ولی پگاه بعد از ساعت 2 احوالش بد شد. او افزود نفس کشیش مشکل شد. در آمدم پرسیدم که چه شده است، گفتم برایت و ما رو پیش کردند. بعد سردختر شعبه ایو رو از بنای 5 آوردند و گفت ما میبریم خوب میشود، اینجا شرایط ندارند. وقتی در آمده شوهرم رو دیدم گفتم به شما چی شد؟ شفقت گفت که اینها مرا چه کاری کردند. طبیبان ادعای پیوندان کارگردان تاجیک را رد میکنند و میگویند تا آخرین لحظه تلاش کردند او را نجودیند ولی پس از جراحی بیماری‌های کونه او رو زدند و باعث مرگش شدند. نورالله قربانوف طبیب جراح در بخش 4 بیمارخانه قریه بالا در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که پس از جراحی بیمار نفس تنگ شد ولی این حالت را او برو زدن دیگر بیماری‌های کارگردان رفت می‌دهد. به گفته او در اکثر حالت پس از جراحی بیماری‌های کونه رو میزنند و قوی‌تر به بدن زیان میرسانند. بیمار قبلا سکته دل گذرانیده بود، هپاتیت C، فشار بلندی، برانکیت مزمن داشتند. همه این به همین چیز آورده میرسانند، گفت او. امید خلیلوف بر این نظر است که پزشکان هنگام جراحی برای گرفتن سنگ از سرخدان این عضو را در داخل بدن کفاندند و زهر آن باعث هلاکت شوهر شده است. او در یک مدت کوتاه 2 بار جراحی شدن شوهرش را به همین ربط می‌دهد. همسر کارگردان افزود بعد از چند روز جراحی اول همه روده ها چسبید. گفتم باید جراحی تکراری کنیم، من دیگر علاج نداشتم. گفتم ممکن نقض می شود. خودشونم گفتند من روزی هر کاری میکنید کنید، یا این طرف یا اون طرف، دیگر طاقت ندارم. دکترها مرا دعوت کرده گفتند اگر چیزی شد ما در پیش خدا گناهکار نیستیم. همسر کارگردان میگوید شوهرش بعد از جراحی دوم دیگر به خود نآمد و روز 15 ماه در بیمارستان درگذشت. درست یا نادرست جراحی شدن شفقت خلیلوف را متخصصان وزارت تندرستی سنجیده خلاصه نوشتند. در خلاصه وزارت با امضای پروفسور سیدالهم احمدزاده که نسخه آن دسترسی رادیو آزادی هم شد آمده است که جراحی به مشکلات تکنیکی اجرا شده است ولی مرگ بیمار از نورسایی بسیار روزه به صورت افزایش گیرنده به وجود آمده. اینتاکسیکاسیون ایندوگنی بسیار مایل سببگار آن می باشد. واژه اینتاکسیکاسیون که در خلاصه نوشته شده است زهرآلودشوی است ولی در این سند شرح داده نشده است که بیمار از چه زهرآلود شده است. شفقت خلیلوف تا دم مرگش سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. نزدیکان و پیوندانش میگویند او در رشته کارگردانی آرزوهای زیادی داشت که دیگر برای همیشه عملی نشده ماندند. پیوندان کارگردان ضد پزشکان به دادستان کل تاجیکستان و شهردار دوشنبه شکایت کردند. آنها میخواهند طبیبان به خطایی خود اقرار کنند و جزا گیرند تا چنین واقعه‌ها در آینده تکرار نشوند. حالا دقیق نیست این دعوای آنها
چی نتیجه خواهد داد؟ سطح پس تخصص پزشکان و معالجه های اشتباهی در تاجیکستان زیاد مورد انتقاد قرار می گیرد. طبیبان اشتباه ها را رد نمی کنند، اما می گویند وضع به اون حد نیست که ساکنان می گویند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. پدپلکوونیک دلمراد شادیزاده را که قبلا یک زن به تجاوز و تمجید متهم کرده بود از منصب سردار بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی خوجند راندند. یک منبع نزدیک به تفتیش قضیه سبب برکناری او را سوء استفاده از وظیفه نامید. مقامات سبب راندن دلمراد شادیزاده را به طور رسمی شرح ندادند و خود او نیز برای شرح این قضیه فعلا دسترس نیست، ولی یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت به شرط فاش نشدن نامش روز 19 ایون به رادیو آزادی خبر برکناری افسر بلندپایه را تصدیق کرد، ولی گفت تصمیم به دعوای ساکن خوجند شعلو دولتو ربط ندارد. حالا در ذخیره کادرهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است و سرنوشت بعدیش معلوم نیست. افزود همصحبت آزادی ماه شعلو دولتو یک ساکن شهر خوجند دعوا کرده بود که دلمراد شادیزاده از او در عوض قطع پروندهش $30,000 ستانیده یک دفعه به ناموسش تجاوز نموده است. مقامات این زن را به اتهام معامله با دلار ماه نوامبر سال 2022 دستگیر و 4 سال از آزادی محروم کردند. اجرای حکم تا زمان به 8 سالگی رسیدن کودک خردیش به تأخیر افتاده است. خود شادیزاده ماه پیش در صحبت با آزادی تصدیق کرد که در واقع تفتیش پرونده شعلو دولتو را او پیش می برد، ولی این افسر ملیس طلب $30,000 و دستدرازی به ناموس دولتو را رد کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 19 می ادعای شعلو دولتو را کاملا دروغ نامیده خود او را به معامله غیر قانونی با دلار، سودخوری، صاحبکاری غیر قانونی و مانع شدن به کار مفتش عیبدار کرد. این ادعای کاملا دروغ بوده. دولت و شعلو شیر علیونه به خاطر خود را جبر دیده و بیگناه وانمود کردند. به یگان دلیل به پدپلکوونیک میلیتسیا شادیزاده تهمت نموده است. تاکید کرده بود وزارت کارهای داخلی در ردیه‌اش. شعلو دولت و میگوید و شرکت‌های بناکاری در خوجند خانه خریده بعد از آرایش دوباره میفروخت، ولی هیچ وقت با پول خارجی داد و گرفت نکرده است. حالا این قضیه را اگنتی مبارزه با کروپسیون تحقیق میکند. مفتشان این اداره روز 31 می شعلو دولتو و برادرش را با دلمراد شادیزاده روبرو کردند و درباره دادن $30,000 رشوه و تجاوز جنسی بازپرسی کردند. سالهای آخر شکایت از بدرفتاری و سوء استفاده از مقام و تمجید افسران و کارمندان میلیتسیا در تاجیکستان زیاد شده است. ماه اپریل امسال والدان یک نورس و خواننده مکتب در نویه رشت ادعا کرده بودند که ماموران میلیسا پسرش را با گمان دزدی دستگیر و مجبور کردند که یا گناه را به گردن بگیرد یا شیمش را بکشد. دلیر میرزایف سردار شعبه اجازتنامه‌دهی ریاست حقوقی وزارت مالیه تاجیکستان و سرمتخصص این شعبه پرویز نعیموف به گرفتن $3,000 پاره از صاحب یک شرکت بوکمیکری عیبدار میشوند. مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 19 ایون سال 2023 خبر داد که نعیموف پرویز در وظیفه سرمتخصص شعبه اجازتنامه‌دهی ریاست حقوق وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان کار کرده. در اساس مصلحت پیشکی با سردار شعبه مذکور میرزایف دلیر ضمن فعالیت کاریشان همچون شخص منصبدار از شهروند برای مساعدت نمودن جهت گرفته دادن اجازتنامه مشغول شدن به فعالیت اداره بوکمیکری به صفت پوره مبلغ $3,000 را طلب نموده از این مبلغ $1,000 را گرفته باز آورده دادن $2,000 مبلغ باقی مانده را طلب کردند. در نتیجه گذراندن عملیات فوری تفتیشاتی بعد از شهروند گرفتن باقی مانده مبلغ $2,000 نعیموف و مسلک جنایتی او میرزایف دستگیر گردیده. مبلغ مذکور از آنها همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. اگنتی گفت در این خصوص نسبت به نعیموف پرویز و میرزایف دلیر بر اساس ماده 319 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی پرونده جنایتی آغاز گردیده. بعد انجام تفتیش پیشکی با تصدیق فکر عیبدارکنی برای مهیتاً بررسی نمودن به دادگاه ارسال کرده شد. تفصیلات دیگری پرونده آورده نشده است. به این دو منصبدار امکنون سابق وزارت مالیه
بر اساس قسم سوم ماده 319 همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مدت از 3 تا 5 سال تهدید می‌کند. مرکز جمهوری زلزله‌نگاری وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که صبح 19 یونی سال 2023 با فاصله 6 ساعت در شرق تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان دو زمین لرزه به وقوع پیوست. زمین لرزه اول ساعت 13:17 به وقت محلی رخ داده، اقتدار آن طبق جدول ریختر 4 بال را تشکیل داده. مرکز این زمین لرزه در 115 کیلومتری شمال شرقی شهر خوروغ جایگیر شده. زمین در عمق 120 کیلومتر لرزیده است. زمین لرزه دوم بعد 6 ساعت 9:19 به وقت محلی رخ داد. مرکز این زمین لرزه در 70 کیلومتری شمال و غرب شهرک مرغاب جایگیر شده. زمین این دفعه در عمق 202 کیلومتر با شدت 4.2 بال طبق جدول ریختر لرزیده است. بر اثر این آفت طبیعی گزارش تا این ساعت به دست نرسیده است. مرکزهای زلزله‌نگاری تاجیکستان تا حال درباره رخ دادن یک باره دو زمین لرزه در شرق این کشور خبر ندادند. این قسمت قلمرو شرق تاجیکستان یک منطقه پرزلزله به شما رفته. تقریبا هر هفته از اینجا درباره زمین لرزه های نو خبرها به دست می رسند. تاجیکستان در عموم در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدورک نوحه کوهستان مشچو بود، در مجموع 338 خانه از جمله در نوحه کوهستان مشچو 318 خانه، در نوحه رشت 32 خانه و در نوحه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند. در شهر اوستانا پایتخت قزاقستان مسابقات گراند سلام قزاقستان اوید آگوستین جودو به پایان رسید. این مسابقات بین المللی با اشتراک 334 ورزشگر از 42 کشور 3 روز از 16 تا 18 یونی سال 2023 دوام کرد. تاجیکستان را در گراند سلام قزاقستان 10 ورزشگر نمایندگی می‌کردند. روز 18 یونی سال 2023 در روز سیام و نهایی مسابقات 4 پهلوان تاجیک در وزن‌های 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم پلوس 100 کیلوگرم بین مردان به میدان برآمدند. پهلوان خوشنام تاجیک تیمور رحیموف در وزن پلوس 100 کیلوگرم رقابت را از دور دوم شروع کرده. اول بر ورزشگر فرانسوی ژوزف تریچ غالب آمده. در چهارک فینال بر ورزشگر بی‌طرف والری ایندویتسکی و در فینال بر نماینده گرجستان و در نیم فینال بر نماینده گرجستان سابا ایوانشویلی پیروز شد. ولی در رقابت نهایی در فینال تیمور رحیموف از ورزشگر دیگر بی‌طرف تیمرلان باشایف مغلوب گردید و به این ترتیب جای دوم و مدال نقره این مسابقات را به دست آورد. این حلقه هفتمین مدال تیمور رحیموف در مسابقه های گراند سلام و دومین مدال نقره او در این مسابقات است. تیمور در عموم در مسابقه ها از سلسله گراند سلام 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 4 مدال برنجی به دست آورده است. متاسفانه روز 18 ایون بخت بر روی 3 پهلوان دیگر از تاجیکستان نخندید. امیدجان رحیموف در وزن 90 کیلوگرم، اسرائیل رحیموف در وزن 100 کیلوگرم و شکر محمد میر محمدوف در وزن پلوس 100 کیلوگرم در رقابت اولش بر عظمت چوچایف که تحت پرچم بحرین برآمد میکرد پیروز آمد، ولی در دور دوم از گورام توشویلی از گرجستان شکست خورد. مدال نقره تیمور رحیموف دومین مدال تیم تاجیکستان و در عموم سومین مدال پهلوانان تاجیک در گراند سلام قزاقستان بود. روز 17 ایون امک بچه‌های ونجی محمد بیکوف و سامان محمد بیکوف در وزن‌های تا 73 کیلوگرم و تا 81 کیلوگرم توانستند مدال‌های طلایی این مسابقات بین المللی را به دست بیارند. محمد بیک و سامان هر دو در شهر ایرکوتسک روسیه تحت رهبری امک‌هایشان ارگش و فاتح محمد بیکوف‌ها مشق می‌کنند، ولی در حالی که سامان در مسابقه‌های بین المللی تحت پرچم تاجیکستان میدانداری می‌کند، محمد بیک تحت پرچم روسیه هنرنمایی می‌کند. بعد تحت تحریمات بین المللی قرار گرفتن روسیه، محمد بیک در مسابقه‌های بین المللی همچون ورزشگر بی‌طرف به میدان می‌براید. یادآور می‌شویم در اول ماه ایون سال جاری محمد بیک و سامان محمد بیکوف در مسابقه بین المللی گراند پری دوشنبه نیز
صاحب مدال‌های طلا شدند. تیم تاجیکستان در جنبست گرند سلام قزاقستان در بین 42 کشور جای پنجم را به دست آوردند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.